برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه دیدگاه درباره قسمیات کنی وزیران و کبیران صحبت میکنیم. انیقترش 22 غلامی به قدرت رسیده نزد پیشوایشان به رکوع رفتند و به نام مبارک او قسم یاد کردند که به کشورشان صادقانه خدمت خواهند کرد. ببینیم تا امروز چی کار کردند که اکنون میکنند. صحبت امروزه فکر میکنم بسیار هم جالب خواهد بود. برای همین تماشابینان گرامی که برنامه را از شبکه یوتیوب تماشا کرده ایستاده اید، به دودلگی تکمه لایک را پخش کنید. ما باشیم با کمال میل برنامه را آغاز میکنیم. دو روز پیش 15 دکبر اعضای حکومت نو تاجیکستان که بعد پیروزی نوبتی امامعلی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است، در قصر ملت با شرکت رئیس جمهوری تازه انتخاب امامعلی رحمان سوگند یاد کردند. اما نمیدونم این رئیس جمهوری تازه انتخاب را که انتخاب کرد و چگونه رئیس شد. به هر حال مراسمی که نه تنها تحقیر کننده ملت و دولت تاجیک بود، بلکه لکه ننگ دیگری به نام تاجیک زد. 22 غلامی به قدرت رسیده نزد پیشوایشان به رکوع رفتند و به نام مبارکش قسم یاد کردند که به کشورشان صادقانه خدمت خواهند کرد. هرچند رکوع کردن نزد پیشوا در هیچ قانون ذکر نشده است و پدیده نو در تاجیکستان می باشد، طبق ماده 73 سرقانون جمهوری تاجیکستان و ماده 8 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت بعد تعیین شدن به وظیفه به نام رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. قسم خوردن در مردمان دین محور تنها به نام خدا بوده در کشورهای سکولاری به سرقانون و پرچم و دیگر مقدسات دولتی است. در مذهب ما هم همین خیل است. میگویند من حلف بغیر الله فقط اشرک. هر کسی که بجز به نام الله قسم یاد میکند و درستی که به خداوند شرک آورده است. اینها خودشان را با مسلمان میگیرند. هر کی بجز به نام الله قسم یاد میکند و درستی که به الله شرک آورده است، گناهی که بخشیده نمی شود. حتی بین کشورهای دیکتاتوری و توتالیتری کمتر کشوری پیدا می شود که در آن به نام رهبر قسم یاد کرده شود. در ما این چیز الکی قانونی است. چند سال قبل در آویزه هایی که در اداره های دولتی و مکتب ها آویخته می شوند، رئیس جمهور را هم به قطار مقدسات کشور وارد کرده بودند. در مکتب ها آویزه ها مقدسات تاجیکستان نوشتند صورت امامعلی رحمان. خیلی کم کسانی به آن اهمیت می دادند و حتی آنهایی که توجه می کردند بیشتر با خنده و مسخره به آن می نگریستند. یعنی گویا عیب در سازندگان آن آویزه بود که نمی دانند مقدسات چیست و همین ندانستنشان باعث شده است رئیس جمهور را هم بر روی خط مقدسات وارد سازند. حالا معلوم می شود این کار دانسته، دیده و دانسته و طبق برنامه اجرا شده است و رئیس جمهور انیقترش شخص رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان امامعلی رحمان را به یکی از مقدسات تبدیل دادند. مقدسات رئیس جمهور مقدسات کشور در کجا دیده اید؟ در یگان کنج دنیا این خیل هست؟ وقت قسم خوردن به نام پیشوا را در سر قانون و قانونهای دیگر وارد کردند،
دور نیست رکوع برابر دیدن امام علی رحمان نیز به زودی قانونی بشود. به هر حال دو روز پیش سنه 15 وزیران پایدیوار این روند را گذاشتند. حتی بیوارد کردن به قانون هم من بعد کمتر منصبدار جرأت خواهد کرد که برابر به پیشوا روبرو شدن به رکوع نرود. رسم ها را تماشا کردید؟ رسم های صورت های رسانه‌ای شده را از رفتی رکوع کنی وزیران انیقترش 22 غلام در آنجا اهمیت داده باشید. از چهره قناعتمند و پرافتخار امام علی رحمان ضمن رکوعی اعضای حکومتش هم خوانده میشد که به جنابشان این نوآوری خیلی پسند آمده است. حالا دور نیست الکی بیاورش اسدالله رحمانوف اشاره کرده باشد که من بعد در پروتکل قبول یا واخوری با پیشوا رکوع کردن چون عمل حتمی وارد شود. یک کس پیشت بیاد و انا همین خیل غلام بر این سرش خم میکند معقول نمیشود می. بار پیشوای این گروه غلام طبیعت در یکی از واخوری هایش به آنها طعنه زده بود. حالا در همین شبکه های اجتماعی هست این نوار که این پیشوا به همین غلامانش رو آورده میگفت که یک بار به آینه و به گذشته خود نظر کنید که کی بودید و به کجا رسیدید و کی شما را به این درجه رساند. ان همین غلام طبعها به منت کرده بود. هرچند بسیاری ها این طعنه او را به تکبر شخصیش ربط داده بودند، حالا معلوم می شود آنها را از کدام طبقه جمعیتی بیرون آورده است. واقعا این جنابشان نادرست نمی گفته است، درست بوده است. اینها آدمی نشدند. هرچند شیمی کاستومی های گلسوک های قیمت بها پوشیدند، لیکن درونشان را دیگر کرده نتونستند. همون در همون به یاد بیارید شما در کدام حالت بودید و من شما را به کجا رساندم. در همون حالتشان موندند و هیچ جا رفته نرسیدند. اوی مردم 22 وزیر که رکوع کرد بینشان 3 گنرال هم بود. 3 گنرال هم بود. گنرال اینها حقیرترین عمل انسانی در طول تاریخ را که به دوره غلامداری برمیگردد انجام دادند. با کمال خشوع و تملق نزد پیشوایشان رکوع کردند و به نام او قسم خوردند. طول تاریخ گنرال چی؟ گنرال حتی افسری عادی، افسری قطاری نماد شجاعت و سربلندی و ناموس ملت بوده است. همتونه ملت ها همیشه با نظامیان خود افتخار کرده و آنها برای نورسان و جوانان نمونه شجاعت و دلاوری، برای جوان دختران آرزو و امید، برای زنان و پیرمردان اعتماد و تکیهگاه بودند. بین خودی افسران 100 ساله ها عباره معروف است: شرف مندیر. این یک مفهوم جمعی است که پرینسیپ اخلاقی و رفتاری یک نظامی نسبت عهده‌داری های حربیش، جمعیت نظامیان، مردم و شخص خودش را در بر میگیرد. هرچند این مفهوم با شرایط زمان و نظام حاکم گاه گاه تغییر می‌یابد، اما پرینسیپ اصلی آن شرف یک نظامی همیشه یکسان بوده است. برای شرف مندیر از قدیم نظامیان آماده بودند جان دهند یا جان ستانند، میکشتند یا کشته میشدند.
به دوئل می رفتند، به جنگ تن به تن جنگ را آغاز می کردند. جان خود و نزدیکانشان را دریغ نمی داشتند تا شرف مندیر را حفظ کنند. همین شرف مندیر بود که در جمعیت ها همیشه برای نظامیان عزت، شرف و آبروی مخصوص قائل بودند. نظامیان همیشه گروه غیور، با غرور، شرفمند می شدند. هم تو نه؟ آقای غلام تبان، تاریخ خونده اید یا نه؟ شما تا به گنرالی رسیده اید؟ رتبه اتان در کتفتان گنرال را نشان می دهد. آیا شما قلباً گنرال شده اید؟ تن جسم جان شما هم گنرال شده است یا نه؟ یا گفتی همین عبدالسلام عادل نژاد چمرک مانده اید؟ گنرال فقط رتبه و لباس نیست، باید تن و جسم جان شما هم، فکر و ذکر شما هم گنرال باشد. در کجای تاریخ دیده اید که گنرالی سرخم را؟ در کجای تاریخ گنرالی سرخم دیده اید؟ گنرال ها سرخم نمی کنند، سر می بردارند. به خدایار خانش هم سر نمی فرارد گنرال. اما 2 روز پیش 10,000 افسر و عسکر و نوجوانی که آرزوی گنرال شدن را دارد، میلیون ها زنی که در چهره نظامیان مردان با غرور و محافظ را میبیند، موسفیدانی که باور دارند آرامششان را همین نظامی ها حفظ میکنند، رکوی گنرال ها را دیدند. سرخمی بلند رتبه ترین گنرال ها را دیدند که سرخم شدند. آنی که باید نماد شجاعت و شرف و سربلندی باشد، چون حقیرترین غلام نزد خواجه اش رکوع میکند. یکی از نشانه های شرف و سربلندی افسر و عموما هر انسان این است که به هیچ وجه حتی در حالی که به سرش شمشیر آمده است نزد کسی تعظیم نمی کند. اما چه چیز سه گنرالی بلند رتبه‌دار را مجبور ساخت که نزد یک تبدلاتگر تعظیم کنند؟ چی چیز مجبور ساخت؟ یگانه پاسخی که به ذهن می آید این است: برای حفظ منصب. حفظ منصب تمام. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی که وظیفه جانیش امنیت ملت است و اگر همین رئیس جمهور همین پیشوایش هم به امنیت ملی تهدید ایجاد کرد، باید او را بازداشت کند به خاطر حفظ منصبش نزد آنی که بزرگترین خطر به امنیت ملت دارد تعظیم میکند و به رکوع میرود. اوی سیمومین یتیموف، برای حفظ امنیت ملت وظیفه جانی تو از وظیفه پرزیدنت بالاتر است. اگر همین پرزیدنت همین پیشوایت اگر به امنیت ملت تهدید کند، تو باید او را بازداشت کنی، پشت پنجره زندان کنی. تو باشی میروی به نفری که به تمام امنیت کشور تهدید کرده ایستاده است سرخم میکنی. با این سرخمیت مبادا اگر این کشور را فروختنی شود که در دست خودش است.
این شانس رو هم دارد. تو در پیش وای سرخم میکنی، چگونه او را بازداشت میکنی؟ در کشورهای زیاد وزارت دفاع کفالت رعایت سرقانون است و در صورت ایجاد خطر به آن به پا میخیزد و حکومت را سرنگون میکند و رئیس آن را بازداشت و حکومت را اداره میکند تا حکومت نو. کمترین خلاف به سرقانون و کوشش تبدیل آن به واکنش سخت حربیان مواجه می شود و آنها به هیچ کسی که می خواهد به سرقانون و به شرف و ناموس ملت دست درازی کند رحم نمی کند. این وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا باشد چیکار میکند؟ با ذلت و خواری نزد آن به رکوع رفته است که سرقانون را تجاوز کرده و ملت را به رفشن و جمشید تبدیل داده است. های وزیر دفاع، همین پیشوایت چند بار سرقانون را تجاوز کرد. وزیر دفاع باید چیکار کند؟ فقط ابلاوه؟ همین قدر کار دستت می آید. گنرال ابلاوه چی؟ غلام. وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده های وزیر، از وظیفه های جانیت حفظ نظام در داخل کشور است و هر کسی این نظام را خللدال کرد، چی نفری عادی و چی رئیس جمهور، باید نزدش پاسخ گوید. اما این رحیمزاده ما چی؟ حاضر است گوکشان چارپلا به نزد پیشوایش رود و کفشهایش را ببوسد تا در منصبکش باقی ماند. حالا سوال مطرح این است: آنی که به خاطر حفظ منصبش نزد یک رکوع میکند و شرف و ناموسش را میفروشد، مگر وقت به جانش و مالش خطره، مثلا از یک کشور همسایه تهدید کرد، مگر کشورش را نمی فروشد؟ آنی که منصب برایش از شرف و ناموسش گرانتر است، مگر نزدش وطن قدر دارد؟ چرا وقتی افسر همیشه در طول تاریخ نماد شجاعت و مردانگی و ناموس و شرف و غرور بوده است؟ سه بلند رتبه دارترین افسر تاجیک شرف و ناموسشان را برای منصب به سودا زدند. فکر میکنم چند چیز میتواند اینجا سبب داشته باشد. یکی آن است که آنها مثل پیشوایشان تقلبی اند، هر سه نمین گنرال، یعنی رتبه ها را با زور و پول خیانت خریده اند. از آنهایی هستند که در کشورهای صاحب احترام رتبه اشان از لیتنانت بالا نمی رفت. از لیتنانت. چیز دیگر، در هر ارتش و نهاده همیشه افسران خائن و وطن فروش و بی‌ناموسی هستند که به خاطر پول و مال و منصب وطن و ناموس و شرفشان را به سودا میزنند. این گونه افسران خائن در همه کشورها همیشه دریافت و حبس می شوند و یک عملی معمولی است. در تاجیکستان چه؟
در تاجیکستان بنابر اینکه در رأس حکومت خائن اساسی قرار دارد، به وزارت و مقامات نیست تنها خائنان و بزدلان و بیشرفان را آورده است. کسانی را آورده است که در حالتهای خیانت دست پیش بر، سر خم نیمرکو می ایستند. آی پیشوا چی کار کرده ایستادی گفته نمی توانند. خب پیشوا، خوب جناب، با همین گذشته رفته ایستاده است. مگر جنابتان یگان خطا نمی کند؟ در خطایش یگان حرف زده می توانید؟ نه، خطا هم خوب، ناخطا هم خوب، همین خیر رفته ایستاده است. برای ما چی پیش نمی رویم؟ به سبب انامین خائنان، به سبب همین بزدلان و بیشرفان. همین پیشوا برای همین این بزدلان را آورده است که تنها نباشد و کسی جرأتی علیهش صدا بلند کردن را پیدا نکند. حالا این سه رود برای دور را گفتیم. یک نفر دیگر حالت رکوعش وقتی که در رسانه ها، شبکه های اجتماعی دیدم، مرغک های بدنم دمید. او شرم نداشته است. من مردم از شرم. باور کنید زمین نکفید که درایم و زیری نشد که ننمایم. وزیر کارهای خارجی سراج الدین مخرالدین، نفری که منفعت های تاجیکستان را در خارج از کشور باید حمایت کند، برای همین منصبکش این وزیر حاضر است بینیش را به کفش پیشوایش مالد. در این حالت کجاست کفالتی که در حالت تنگ آمدن وضعیت یا پیشنهاد شهروندی یگان کشور پیشرفته منفعت های تاجیکستان را نمی فروشد؟ این وزیر به آدمی که برای حفظ منصبش در نزد 9 میلیون تماشابین دقت شده است و خجالت نمی کشد، به سودا زدن این منفعت های کشورش چه مشکلی دارد؟ سراج الدین مخرالدین، وزیر کارهای خارجی، شرمت نآمد؟ دقت شدی؟ دقت؟ وای مردک، در وجودت خون مردی هست یا نیست؟ حالا تو در خارج هم همین خیل پیش همه سرخم میکنیمی؟ محمد اقبال چی میگوید؟ من ندیدم که سگه پیش سگه سرخم کرد. سگ پیش سگ سرخم نمی کند. اوی آدم، اوی مرد. وزیر کارهای خارجی، نفری که تاجیکستان را در خارج نمایندگی میکنی، نخواد خویت از خوی سگ پستر باشد. این چی گپ است خودش؟ عظیم ابراهیم، سابق معاون سروزیر و حالا وزیر نقلیات شده است. یادتان هست تا چند پیش رهبری هیئت مذاکره کننده با قرقیزستان بود. رهبری هیئت مذاکره کننده با قرقیزستان درباره سرحد، مرز. ما میدونیم در تاجیکستان دلخواه منصب فروخته می شود و این به کسی پوشیده نیست. کسی تا حال برای دانش و ملکه داشتنش یا متخصص بودنش وزیر نشده است. وظیفه وزیر نقلیات طبق اطلاع منبع ما 3 میلیون دلار قیمت دارد. 3 میلیون دلار. اولش این که 3 میلیون دلار را عظیم ابراهیم از کجا یافته وزیر نقلیات شد؟ کنی کفالت این که عظیم ابراهیم برای خریدن این کرسی یگان گوشه تاجیکستان را به قرقیزستان نفروخته است.
کنی کفالت آدمی که بنابر داشتن ملکه و دانش و اختصاص و توانایی به وزیری رسیده است نزد رئیسش همین گونه تعظیم میکند؟ من خوندم از سامانه پرزیدنت نقطه تیجی. حالا به شما میگویم که اینها چی گفته قسم یاد کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می نویسد اعضای حکومت با درک مسئولیت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کردند که منفعت های ملت و دولت را از همه بالا میگذارند. تمام نیرو و دانش خود را برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صادقانه و پاک وجدانانه صرف می نمایند. کنستیتوسیا، قانونها و امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را قطعاً رعایت نموده بهر بلند برداشتن شهرت تاجیکستان در عرصه بین المللی صافدلانه خدمت میکنند. درست است. قاطعانه امرهای پیشوایشان را صادقانه اجرا میکنند و این شکی نیست. درست است، نادرست است، جای ملاحظه ندارند. صادقانه اجرا میکنند. اما تماشابینان گرامی، شما در 28 سال اخیر چند وزیر را دیده اید که به متن این قسم عمل کرده است که به تاجیکستان صادقانه خدمت کند؟ همه خدمت صادقانه به پیشوایشان، خدمت صادقانه و اجرای امرهای درست و نادرست، بسوادانه بسوادانه، بیشترش خائنانه را اینها صداقت به وطن میدانند. تماشابینان گرامی، وزیران درست مایلش، اما دل من به همین نظامیان میسوزد. وزیران نظامی نیستند و کاری از دستشان ساخته نیست به جز همین تملق زنی. برای همین میخواهم به وزیران قدرتی مراجعت کنم، چون به هر حال نظام در ساختارهای آنها وجود دارد و آنها درباره شرف و ناموس و عزت اقلاً به زیر دستانشان گپ زده اند. لیتنانت یتیموف، از همین عملتون معلوم شد که شما از لیتنانت بالا نیستید. گنرال این کار رو نمیکند. خودتون میدونید این رکوع کردن عمل گنرال نیست. برای همین مکسیمال رتبه شما لیتنانت است. لیتنانت یتیموف، پراپورشک رحیمزاده و یفریتور مرزا، تا دیروز شما بسیار کم هم باشد حیثیت داشتید، اما با این رکوع کردنتان همان کمی باقی مانده رو هم از دست دادید. این عملتان برای حفظ منصب مکسیموم برای 1 سال بود. مکسیموم 1 سال. برای اون که تا 1 سال دیگر یگان نفر شما در این وظیفه ها باقی نمیماند. یا رستم شاهرخ سر شما را میخورند یا عموما همین حکومت از بین میرود. این حکومت را مردم از بین میبرد. اون روز دور نیست. این عکس های رکوعی شما، انا همین صورت های شما که در رسانه ها نشر شد، آخرین عکس خاطرمانتان در طول وزیریتان می شود. من بعد
من بعد مردم هرگاه از شما نام برده شد همین عکس ها را تصور میکند. به این عکس ها فرزندان، نبیرگان، ابیره و چبیره، خلص 7 پشتی بر پشتتان نگاه کرده به شما نفرین میخواند. امروزها شما خانواده اتان را با پولهای حرام خون مردم را مکیده میخورانید و از پشت شما بینی خانواده اتان، هر یک فرزندانتان طرف آسمان است، کر و فر. انا همین ها فردا بر رویتان توف خواهند کرد. توف. در اولین حالتی که برایشان این عکس نشان داده شود و گویند بابای تو انا همین خیلی غلامی تملق کار بود، برای 1 سال دیگری منصب انا همین خیلی به پیشوایش رکوع کرد. چی میگویند؟ ببینید، شما فکر نکردید برای منصب دنیایتان را هم سوزاندید. دنیایتان را هم سوزاندید. چی گفتم ممکن؟ فکر من این که هنوز 1 شانس دارید. 1 شانس. شانسی که شاید خود را سفید کرده توانید. حالا در این چند ماهی که قدرت در دستتون است، تمام این عائله دزد را به حبس گیرید و حکومت را به مردم تسلیم کنید و از مردم برای جنایت هایتان عذر پرسید. بهترین کار. باور کنید این مردم از این عائله آنقدر به جان آمده است که تمام جنایت های شما را میبخشد. حالا تماشابینان گرامی، پیش از خیر خوش خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. نفرانی که آبونه نشده اید لطفاً به تگمه آبونه انگشت زنید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان میدهد که از پخش نوارهای ما در یوتیوب در حال باخبر شوید. نفرانی که این برنامه ما را از شبکه مخابره‌ای تپلیوس تماشا میکنید لطفاً نظر و ملاحظه های خود را به رقمی که در نوار میبینید توسط پیام فرستک های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر گسیل کنید. ما هر یک فکر و پیشنهاد شما را برای پیشروی خود استفاده میبریم. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.